سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به اولین آموزش چنل و یکی از پرطرفدارترین آموزش های ارزم به حضورتون کامیونیتی کالا. ما در اونور برای اینکه بتونیم این آموزش رو رکورد کنیم سوپان رو داریم. سوپان اگه صدا رو آل هست یه ندا بده. مثل که صداش رو آل نیست. بگم ممکنه، یعنی امکان داره ولی حتمی نیست. من یک نایفی آوردم که ستایی میزنه، ولی الان کامل بهتون توضیح میدم. یک سری از دست نایف ها هستن که مثل بیسبال بت یا اسپیر، اینا رو وقتی که میپرید و نایف میزنید یه همچین افکتی نشون نمیده، یا اگه هم نشون بده دو دستی داره چی میکنه. خب خدا رو شکر دیر هم پیدا کردیم. سوپان هم افکی هست. بچه ببینید الان ممکنه، چون من چند سیزن پیش تست کردم، ای خوبه. خب ببینید سایو فکر کنم خیلی هاتون این نایف خیلی خوب رو بشناسید. یکی از پرطرفدارترین نایف، خیلی قشنگه و اینکه کلا چیز حقیه و اینکه شلاقی میشه وایزد فوق‌العاده خاصش میمونه. حالا آموزش از چه قراره بچه؟ یه شیب اینطوری پیدا میکنید، این الان تقریبا 45 بلکه هم بیشتر، چون هرچی شیب اون بیشتر باشه راحت تر ما میتونیم این شلاقی بزنیم. بعد یه نکته مهمه، صدا نایف نباید در بیاد. الان گوش کنید، این صدا نایفه، این صدا نباید در بیاد. شما وقتی میخواید ایستاده هم شلاقی بزنید نباید صدا نایف در بیاد. میبینید الان صدا نایف در نیامد، ایستاده. دیدم زمانی که خب ما هم از اول که شلاقی بلد نبودیم، زمانی که میرفتم داخل یوتیوب و سرچ میکردم آموزش شلاقی، همه میگفتن آقا این حرکت رو بزن و گانم حتما باید رو شونه راست این کرکترت باشه. بچه این چیزا اصلا اهمیت نداره و اینکه شما میتونید بعد از این گانتون رو سویچ کنید، چون این عینه یه چیزی میمونه روی گانتون که انگار هر وقت جامپ بزنید یه ترکیب میشه بین این و در آوردن این که شلاقی درش میاد. خب بریم تو آموزش. ببینید اولش این که حتما باید اینجا نباید تا اون ته اسلاید بزنید. دد جامپ یه چیزی رو باید خوب یاد بگیرید. اسلاید جامپ ریز یعنی سریع اسلاید جامپ که یه همچین پوزیشنی بگیره. چون ما اینجا هم دقیقا به همین نیاز داریم، اسلاید جامپ. وگرنه مثلا اینطوری بزنیم کار نمیکنه، یا مثلا اگه اینطوری بزنیم کار نمیکنه. حالا ای بابا چه عیب نداره، اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. حالا واسه تا اونجا اومدیم باگمون پایینم بهتون یاد بدم. بچه یه سری ها دیدید داخل زیپلاین خیلی سر میان، دیدید خیلی سر میان. اینجا اگه شما یه جامپ بزنید اون معلوم میشه و از اون پایین میتونید چی کنید، راحت برید. حالا بچه وقت من سرمت کنم میذاره، ولی خدا شکر صدام تغییر نکرده. حالا اسلاید جامپ رو که یاد گرفتید، مرحله بعدیش چیه؟ اسلاید جامپ نایف. حالا 4 تا کار اساسی داره: اسلاید جامپ، نایف و گانتون. اصلا مهم نیست، الان با جفت گانا براتون میزنم. چه دست راستم
این هم از اسنوموشن برای یادگیری بهتر. یعنی نظرم شونه راستمه که شونه چپم الان هیفایرم نخورد داشت. ای بابا چرا نمیخوری هیفایرمو؟ خوبه. میبینید زمانی که بیاریدش رو دستتون و جامپ بزنید فعال میشه. و اینکه حالا چند سیزن پیش یه خوبی که داشت، فکر کنم اکثریتتون در جریانید که کالاف یک آپدیت خیلی خوبی دادم که همراه با بتل پس برگشت یه چیز اسکلتون باتوم و سیار مکس لژندری داد به همراه 117 متیک. حالا خوبیش چیه؟ این که الان دیدید سرونایف در اومد عمل نکرد. حالا داشتم گفتم خوبی اون چی بود؟ نزن صبح نه در جریان نیستی عزیزم. نزن منم عزیزم دارم آموزش میکنم که یادش رفت. صبح بچه‌ها چند صبح هم حتما فالو کنید صبحی گیمینگ که ببخشید عذر میخوام. این صدا نایف نباید در بیاد. ببینید الان اینجا صدا نایف در اومد. هیچ صدا نایفی نباید در بیاد. و اینکه حالا اینو بهتون یاد میدم کالیستیکس هم همین شکلیه. وقتی شما میزنیدش ناکنید الان حالت دستو یکیشون رو اشتباه گرفته، ولی وقتی یه دور بزنیدش جفتشون رو به سمت بالا میره. چون مثلا داخل این الان اگه دوبارم نگاه کنید اونو چی میگیره؟ یه نوع باگه. حالا تو کالی استیکس هم همینطوریه که دیدید بعضیا مثل مومیایی میشید. حالا اسلو موشنشون الان براتون میذارم. الان اصلی بخواید بزنید مثلا یکی میخواد از زیپلاین بیاد بالا، شما اینطوری میزنید فقط همین صدا رو باید نده. فهمیدید؟ یعنی اگه اون صدا رو بده، اگه حتی یه ریزه صدای چی هم بده، الان این صدا رو شما توجه کنید بین سوچگان فقط باید همین صدا رو بده. ولی اگه مثلا یه صدایی مثل اون داد خطاست و دستش رو اشتباه میگیره. باید یه دوری نایف بزنید و بیایید پایین دوباره همون رو زدید. دوباره چی شد؟ به خاطر دیلیش. یعنی مثلا بعضی وقتا شما اشتباهی اولین رو میزنید بعد بخشید یه طوری میزنید که فکر کنم بر حسب عادت دست بعد از اسلاید چی رو میزنید. حواستون باشه حتما هیپفایرتون بخوره، چون بعضی وقتا خودتون میدونید هیپفایر هنگ میکنه و یا نمیخوره یا بعد موقع میخوره. یعنی میبینید تو این مواقع بعد موقع میخوره، ولی اگه توی موقعیت خوب در بیاد دیگه بعد موقع نمیخوره و اصلا هم مهم نیست. الان من میرم برای شما سبکترین سنگین ترین گان بازی یعنی استمارس و سبکترین گان بازی. صبح یه مکسی هم برای من گیر میاری؟ یه مکسی SMG معمولا سبکترین هم. حالا مکتن هم قیب شد اب نداره، فرستر تو الان پیدا میکنیم. پیدا کردیم آرد. خب همین RUS خوبه. این هم یکی از سبکترین گانهای بازیه. الان میرم جفت و از اون شلاقی میزنم تا بفهمید هیچ فرقی نمیکنه چه سبکترین گان باشه چه سنگین ترین گان باشه. الان سنگین ترین گان بازی یعنی استمارس و سبکترین یکی از سبکترین گانا یعنی چی؟ RUS دستم. الان با RUS بخوام بزنم میشه همون کاری که گفتم. با استمارس هم بخوام بزنم نمیشه. چرا؟ نه اینکه با استمارس نشه، الان نشد. چرا؟ چون صدا نایف در اومد و دست اشتباه گرفته شده بود. بازم صدا نایف.
یعنی شما اگر اینا رو با این فاصله بزنید یه همچه اتفاق میفته. باید درجا بزنید که یه همچه اتفاق نیفته. میبینید بازم صدا نایف داد. پس هر موقع دیدید صدا نایف میده، الان این صدای سویچ بود. جامپو بزنید شلاقه نمیزنه چون بازم صدا نایف بود، یا شاید اصلا هیپفایر نخورده، ولی این موقع دیگه شلاقه رو میزنه. ولی دید که خب بچه ها، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. لایک اگر دوست دارید لایک کنید، اگر دوست دارید ساب کنید، دوست داشتید یه کامنت بذارید، انرژی بگیریم تا ویدیو بعدی هم سریعتر آپلود کنیم. فعلا